در مناقشه مرزی شام گذشته در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان در محله آفچی قلعه 3 نظامی ارتش تاجیکستان، 1 سرهنگیار و 2 سرباز قطاری کشته شدند. رسانه‌های دولتی قرقیزستان از مرگ 1 سرباز این کشور نیز خبر می‌دهند. تاجیکستان در دمازدگرستان خبرگزاری از پلیس نام کشته شدگان در زدهخورد مسلحانه را با تکیه به معلومات منابعش نشر کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه قرقیزستان امروز 17 سپتامبر اعلام کرد که در رابطه به نزاع اخیر در مرز به سفیر تاجیکستان در بشکک نوت سپارید و هنگام تقدیم نوت به سهراب عالمزاده اعتراض قطعی بشکک از عملکرد غیر قانونی مرزبانان تاجیک اظهار داشته شد. جانب تاجیکستان درباره این نوت تا حال اظهار نظر نکرده است. طبق اعلام وزارت کارهای خارجه قرقیزستان به سفیر سهراب عالمزاده توضیح داده شده است که نخستین شده مرزبانان تاجیک پاسگاه‌های مرزی مقصد و سای قرقیزستان را تیرباران کردند. در نتیجه 1 افسر نیروهای مرزبانی آن کشور کشته و 7 مرزبان دیگر جراحت برداشتند. گفته می شود 7 شهروند قرقیزستان از جمله 1 نابالغ جراحت‌های گوناگون برداشته پاسگاه‌های مرزی و منزل ساکنان محلی تخریب شده است. نوران نیازالیف معاون اول وزیر کارهای خارجه قرقیزستان تاکید کرده است که جانب تاجیکستان حق ندارد نسبت به نظامیان پاسگاه‌های قرقیزستان و اهالی محلی روستای مقصد ناحیه لیلک از سلاح استفاده کند. این در حالی است که تاجیکستان نظامیان قرقیزستان را در انگیختن اغوا در مرز متهم می‌دانند. دفتر مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان شام 16 سپتامبر با نشر یک بیانیه گفت قرقیزستان برخلاف سازش‌های پیشینه در میدان ورزشی محله بهار به ساختمان انشاءات نامعلوم شروع کرد و ساکنان این محله در جماعت آفچی قلعه ناحیه باباجان غفوروف از آنها خواستند که کار را قطع کنند. در بیانیه سرریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان که خبرگزاری دولتی خاور نشر کرد آمده است جانب قرقیزستان خلاف سازشنامه‌های دو جانبه عمل کرده به محل حادثه قوه‌های جنگی علاوگی را عبارت از 250-300 نفر سفربر کرد. حالا مقامات تاجیکستان قرقیزستان گفتند تیراندازی خاتمه یافته است و 2 طرف برای راه ندادن به شدت گرفتن مناقشه تلاش دارند. گفتنی است صبح امروز سورونبای جینبکوف رئیس جمهور قرقیزستان جلسه عاجل کار عاید خشونت در مرز برگزار کرد. در همین حال امامعلی رحمان باشد قیچی به دست برای افتتاح مکتب و کارخانه سنگبری رفته است. جینبکوف تاکید کرد که از زمان شروع مناقشه در مرزهای ولایت باتکین همه روز معلومات مفصل از آن دریافت می‌کند. شرکت کنندگان جلسه درباره گفت و شنیدی که با مقامات تاجیکستان انجام داده‌اند به سورونبای جینبکوف گزارش دادند. آنها بار دیگر تاکید کردند که اولین شده نظامیان تاجیک آتش کشیده‌اند. سورونبای جینبکوف تاکید کرد که باید از متشنج‌تر شدن وضع پیشگیری گردد و به اهالی محل کارهای فهماندهی گذرانیده شود. همچنین او سپارش داد در صورت ضرورت مجروح شدگان در نتیجه تیرپرانی دیروزه به بیمارخانه بشکک انتقال داده شوند. رئیس جمهور قرقیزستان به خانواده سرباز کشته شده روشن مومنوف اظهار همدردی نمود. رئیس جمهور تاجیکستان باشد هیچ جلسه در این مورد برگزار نکرد و از صبح با قیچیش به لنتبوری مشغول است. این هم در حالی است که 3 نظامی تاجیکستان کشته و چند تن دیگر زخمی شده‌اند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهد که او صبح امروز قیچیش در دست برای بریدن لنت افتتاح 1 مکتب و 3 کارخانه رفته است. هیچ خبری نه تنها از اظهار همدردی امامعلی رحمان به خانواده‌های کشته شدگان نیست، بلکه مقامات قدرتی تاجیکستان و وزارت خارجه کشور نیز در این باره هیچ اظهار نظری نکردند. همچنین رسانه‌های قرقیزستان از تجمع گروه ساکنان بشکک در تظاهرات اعتراضی نسبت به حوادث مرز خبر می‌دهند.